میخوام بهت 4 تا نشونه اساسی رو معرفی کنم که بتونی آلت سیزن رو زودتر از همه تشخیص بدی و از سودش جا نمونی. اولین نشونه‌ای که باید بررسی کنی دامیننس بیت کوینه. برای شروع آلت سیزن باید دامیننس بیت کوین ریزشی بشه و یک ریزش شدید رو تجربه کنه و محدوده زیر 50% میتونه محدوده مناسبی باشه که به تو نشون بده که آلت سیزن داره شروع میشه. دومین نشونه اینه که بیت کوین باید یا تثبیت بشه و یا یک رشد آرومی رو داشته باشه. سومین نشونه نرخ بهره است. نرخ بهره هر چقدر کمتر بشه و سیاست‌ها هر چقدر انبساطی تر باشه و کاهشی تر باشه، یعنی اینکه آقا پول داره دست مردم بیشتر میشه و تمایل مردم به حضور تو بازارهای ریسکی پررنگتر میشه. و نشونه چهارم شاخص آلت کوین سیزن ایندکس یا ASI که باید محدودش رو به بالا باشه و به سمت مثبت 75 باشه. وقتی اینجاست یا وقتی داره به سمت صعود حرکت میکنه میتونیم نشونه این رو در نظر بگیریم که آلت کوین ها بخوان صعودی بشن و الان توی وضعیت 44. توی پست بعدی میخوام چند تا آلت کوین خیلی پرپتانسیل رو بهت معرفی کنم که اگر نشونه های شروع آلت سیزن رو دیدی بتونی روی اونها سرمایه گذاری کنی.